مونا خانم خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. از راه دور. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خب مونا خانم اجازه احترامات فائقه نسبت به خاندان و بستگان و مادر و پدر بزرگی و همه خدمتگزاران ایران بودن. این برنامه رو به روح بزرگ هر سه تقدیم بکنیم. پدر بزرگش کسی بوده که حروف چینی رو وارد ایران کرده، یعنی در گسترش صنعت چاپ موثر بوده. مادرش هواشناس بوده، اولین زن هواشناس تاریخ ایران، و پدرش اولین گوینده برنامه‌های کودک در تلویزیون ایران. عجب جالب. بله. عجب جالب. کجا زندگی میکردی قبل از انقلاب؟ قبل از انقلاب من که آمریکا بودم، ولی در تهران متولد شدم و بعد در حدود سال 1970 آمدیم آمریکا برای تحصیل. بله، برای تحصیل دانشگاهی. بله. اجازه که از پدر بزرگی خودتون شروع کنید. چشم. اگه اجازه عباس نعمت بود. اگه اجازه بفرمایید من از این رو میخونم، چون داستان خیلی جالبی دارم و زیاد آشنایی مردم با ایشون ندارن. جناب عباس نعمت که پدر بزرگ من بودن، سال 1277 خورشیدی در نجف آباد اصفهان متولد میشن. بله. و بعد تحصیلات اولیه‌شون رو در مکتب‌های نجف آباد به پایان میرسونن و زبان فارسی و عربی رو نزد پدرشون که از روحانیون سرشناس نجف آباد بودن یاد میگیرن. چقدر شیک بودن. خیلی شیک و خیلی خوش‌نام بودن. خیلی خوش. من فقط چند دیگه عکس داشتم که خیلی جالب بودن ولی نتونستم پیداشون کنم. بله. عباس نعمت از اوان کودکی از استعداد و قریحه خاصی برخوردار بودن و به علت خط بسیار خوشی که داشتن مورد توجه و تحسین همگان قرار گرفتن. بله. در سنین نوجوانی چنان شروع عشقی به دیدار حضرت عبدالبها داشتن. بله. که در سن 14-15 سالگی با پای پیاده از نجف آباد میرن به عکا در فلسطین. عجب. از اصفهان. بله. و به فامیلشون هم اطلاع نمیدن. بله. بعد از در حدود 1 سال مسافرت طولانی وارد فلسطین میشن و در حدود 1 ماه اونجا بودن که بعد از 1 ماه حضرت عبدالبها یه لوحی به افتخارشون نازل میکنن و قریبشون پول میدن و بهشون میگن که امر میکنن که بریم به مصر برای یاد گرفتن صنعت چاپ و گراورسازی که بعداً برگردن به ایران و خدمت کنن. و بعد عباس نعمت میرن از طریق اسکندریه وارد مصر میشن و بعد در مصر که وارد میشن برای یادگیری صنعت چاپ و گراورسازی استخدام میشن و در مدت کوتاهی که در قاهره بودن موفق به تأسیس مؤسسه گراورسازی مستقل برای خودشون میشن و مدت اقامتشون در قاهره در حدود 5 سال به طول میانجامه. 5 سال در قاهره. 5 سال. بله. و در آخرین روزهای اقامت در قاهره روزی از روزها در روزنامه محلی اعلان نظرشون رو جلب میکنه که طی آن کمپانی بزرگ استوموف آلمان از طریق مسابقه بهترین خطاط رو برای ساختن حروف چاپ عربی انتخاب میکنن. با شرکت در این مسابقه عباس نعمت به عنوان بهترین خطاط از طرف کمپانی مذکور با حقوق خوبی انتخاب میشن و استخدام میشن و به روانه آلمان میشن. این خطوط عربی یعنی منظورم خطوط فارسی هم هست، عربی و فارسی. بله. که بعداً در صنعت چاپ مورد استفاده قرار. خیلی جالبه. و بعد در آلمان در حدود سال 1306 هجری در آلمان هستن و مشغول 1306 در حدود 1920 خورده بوده مثل این که نمیدونم درست. 1906 بله. 1906 شمسی خورشیدی؟ شمسی میشه خورشیدی. بله. 80 خورده نزدیک 90 سال ها. بله. و در آلمان مشغول و حروف عربی و فارسی استوموف به خط نسخ همگی به خط ایشان هستش. عجب. و پس از اون شروع به ساختن حروف نسخ تعلیق میکنن که در نیمه های کار دولت ایران طی درخواستی از دولت آلمان تقاضای متخصص زبده‌ای برای صنعت چاپ و گراورسازی میکنه و کمپانی استوموف آلمان ایشون رو به عنوان بهترین متخصص صنعت چاپ و گراورسازی معرفی میکنه. عباس نعمت در حدود سال 1106 هجری با استقبال فوق‌العاده از طرف دولت ایران برای بنیانگذاری صنعت چاپ و گراورسازی به ایران مراجعه میکنن. بله.
با گذشت مدت کوتاهی عباس نعمت ضمن تعلیم شاگردان بسیاری در این زمینه که همگی امروز از صنعتگران به نام صنعت چاپ و گراور در ایران هستند، اولین روزنامه رسمی ایران به نام تهران مصور رو با حق و امتیاز شخصی به چاپ می‌کنه. عجب، تهران مصور؟ بله بله. مال ایشونه. مال ایشون است. و من یادم میاد که وقتی که بچه بودم در تهران، نسخه اول تهران مصور مادر من داشتن و اون بالاش نوشته بود صاحب امتیاز عباس. بله. بعدها همه آقای حسین موری روز در فکر کنم سردبیر تهران مصور هم بوده، مسعود بهنون سردبیر تهران مصور آخرین شماره ها. خیلی جالب. خیلی جالب. بله بله. و به همین جهت وی را پدر صنعت گراورسازی در ایران می‌دانستند. بعد جالب این هست که با اینکه در امور سیاسی دخالتی نداشتن و کلیه اوقات خویش را صرف ترقی و تکامل صنعت چاپ و گراورسازی در ایران و تعلیم و آموزش این فن می‌کنند، دو بار از طرف مردم اصفهان برای نمایندگی در مجلس شورای ملی ایران نامزد میشن. و هنگام عزیمت رضا شاه پهلوی شاه ایران به قاهره برای انجام مقدمات ازدواج ولیعهد جهان ایران در التزام رکاب بودن. بله. عجب. بس در مراسم خواستگاری از ملکه فوزیه پدر شما پدر بزرگ همراهی میکنن. عکسایی داریم از فوزیه و از اون مراسم نگاه کنیم؟ خیلی جالبه. بله. دو دفعه میرم به قاهره و یک بار. این دفعه دومشون بوده. دو بار میرم. بله. یه بار که 5 سال زندگی. دفعه اول که برای تعلیم گراورسازی و دفعه دوم. ببینید عکس‌ها باشه خیلی جالب، عکسای اون دوره و شاه جمشیدی خیلی سنش کم بود. این موقعی است که با کشتی وارد قاهره شدن. ملک فاروق همیهنانه. ملک فاروق پادشاه، این داماد، تازه داماد. چند سالش بوده؟ اینم مصری ها هستن، خاندان مصر، دربار مصر، دیدار از بناهای تاریخی مصر. اینم دیگه خانواده عروس هن دیگه. خانواده عروس. بله. اینم باز دیدار از نقاط مختلف. خیلی جالب بوده، خیلی جالب. و عروسی سر میگیره دیگه. خب عروس خانم بود. یک تمام از عروس خانم ببینیم. اینا خاندان این هم مراسم اصلی است. این هم مراسم در حضور پادشاه و دامادم که اون وسط هستند و این هم عکس مشترکی که با هم گرفتن. خیلی تشکر، ممنونم. خب بله. و خب البته این روزنامه تهران مصور بعداً تبدیل میشه به مجله تهران مصور. اول روزنامه بوده؟ اول روزنامه بوده. بعد میشه مجله تهران. بعد چه سرنوشتی پیدا میکنه پدر بزرگ؟ پدر بزرگی من از این کار به اصطلاح میان کنار، بعد حق امتیازشون رو میفروشن و در سال 1344 فوت میکنن. شما حیات داشتید وقتی؟ بله من یادم هست. حیات داشتم وقتی شما؟ بله من یادم، من یادتون میاد. بله من خیلی خوب یادم هست. خیلی جالب. و دلیلی که اتفاقا راستش بخواید من راجع به پدر بزرگم زیاد نمیدونستم و یادم میاد موقعی که ایشون فوت کردن یک مقاله خیلی کوتاهی در یکی از روزنامه‌های تهران صفحه اول چاپ کردن راجع به ایشون و مامان من خیلی ناامید بودن به خاطر اینکه با وجود اینکه حق زیادی به مطبوعات ایران داشتن ولی زیاد راجع به پدر بزرگ من صحبت نکردن. نه. و مامان من تو دفترچه خاطراتشون نوشتن که این بی‌وفایان یک صحبتم راجع به عباس نعمت نکردن و دلشون می‌خواست که تا موقعی که زنده هستن حداقل خب لابد باهایی بودن، چون باهایی بودن نباید راجع بهشون صحبت کنیم. منطقه ممنوعه بوده دیگه، اسباب تعصبه. بله. حالا ما باید بشینیم بعد از این همه دهه، این همه سال از کسی یاد بکنیم که وقتی در زمان حیاتش به این مملکت خدمت کرد، صنعت چاپ رو گسترش داد، صاحب امتیاز یک نشریه بود و وقتی هم درگذشت راجع به سکوت اختیار کرد. بریم به سراغ پدر شما. بله. پدر شما هوشنگ محمود. وقتی ثابت ایمانی که اومد گفتم ثابت ایمانی امروز دختر یکی از همکارات رو دعوت کردم. گفت کی؟ گفتم هوشنگ
محمودی. بله. گفت وای دیگه چه خاطرات